از امانوئل جیمران به عنوان فیلسوف تجاری یاد میکنن که تو رشد و پرورش چهره‌های موفقی مثل برایان تریسی، آنتونی رابینز و دارن هاردی نقش مهمی داشت. امانوئل جیمران تو سنین جوونی آرزوهای بزرگی تو سر داشت، اما بیشتر به بیراهه میرفت و نمیتونست به اونا دست پیدا کنه. زمانی که وارد کالجی توی یکی از ایالت‌های آمریکا شد، برای مدتی تو مسیر آرزوهاش پا گذاشت، اما این شادی دوام چندانی نیاورد و جیمران بعد از مدت کوتاهی از تحصیل تو این کالج انصراف داد. زندگی ران زمانی تغییر کرد که با کارآفرین و تاجری موفق به نام جان الشوف آشنا و از همون ابتدا دانش تجارت و فلسفه زندگیش اون رو مجذوب خودش کرد، تا جایی که در 31 سالگی به عنوان مردی ثروتمند و میلیونر به دنیا معرفی شد. قبل از پرداختن به این مطلب خوشحال میشم اگر به این سبک محتوا علاقه دارید و کانال ما رو سابسکرایب نکردید الان این کار رو انجام بدید. ممنون که از ما حمایت میکنید. خب بریم ادامه ویدیو. یا تو روزت را کنترل میکنی یا روزت تو را کنترل میکند. شادی چیزی نیست که برای آینده برنامه ریزیش کنید. این چیزی است که شما برای حال حاضر طراحی میکنید. انگیزه به تنهایی کافی نیست. اگر به یک ابله انگیزه بدهید، یک ابله با انگیزه ساخته اید. زندگی فقط گذشت زمان نیست. زندگی جمع‌آوری تجربیات و تکثیر آنهاست. شما نمی توانید هر شب تصمیمتان را عوض کنید و آن را تغییر دهید، اما می توانید راهتان را عوض کنید. موفقیت پیشرفت مداوم به سمت هدفهای شخصی است. دیوارهایی که پیرامون خود را می سازیم تا غم را دور نگه دارد، شادی را نیز دور نگه می دارد. بدترین کاری که یک شخص می تواند در زندگیش انجام دهد این است که هیچ تلاشی نکند. بداند به دنبال چه چیزی است اما برای آن تلاش نکند و ساکت بنشیند و از خود بپرسد آیا چیزی که می‌خواهد بالاخره محقق می‌شود یا نه. چیزهایی که باید تغییر کنند را تغییر دهید. زمان ارزش بیشتری نسبت به پول دارد. شما می‌توانید پول بیشتری را دریافت کنید اما نمی‌توانید زمان بیشتری را دریافت کنید. بیشتر از کار کردن روی شغلتان، روی خودتان کار کنید. مراقب جسمتان باشید، زیرا تنها جایی است که باید در آن زندگی کنید. اگر شما مایل به ریسک غیر معمول نیستید، مجبور خواهید بود که عادی باشید. اگر برنامه زندگیتان را خودتان تدوین نکنید، احتمالاً در برنامه زندگی فرد دیگری قرار میگیرید. هیچ وقت نگویید ای کاش کمی آسان‌تر بود، بلکه آرزو کنید خودتان قوی‌تر شوید. آرزو نکنید ای کاش مشکلات کمتری وجود داشت، بلکه سعی کنید مهارت‌های بیشتری کسب کنید. آرزو نکنید ای کاش با چالش‌های کمتری مواجه می‌شدید، بلکه به دنبال خرد بیشتری باشید. اگر واقعاً می‌خواهید کاری کنید، راهی پیدا خواهید کرد. اگر این کار را نکنید، بهانه‌ای پیدا خواهید کرد. زمان بسیار ارزشمند است. وقتی یک روز را پشت سر می‌گذارید، یک روز کمتر در اختیار دارید. پس مطمئن شوید تمام روزهایتان را عاقلانه سپری می‌کنید. تماشای یک مردی که ثروتمند است اما هیچ لذتی از زندگی نمیبرد بسیار ناراحت کننده است. به مانند پدری است که اقتصاد را به خوبی مطالعه کرده اما چیزی از خوشحالی نمیداند. تسهیلات رسمی برای شما زندگی میسازد اما خودآموزی به شما آینده میدهد. فلسفه شخصی شما بزرگترین عامل تعریف شده در زندگی شماست. هر چیز خوبی که بسازید در پایان ما را می سازد. چالش بزرگ این است که همه چیز را تبدیل به فرصت کنید. شخصیت یک کیفیت است که شامل بسیاری از ویژگی‌های مهم مانند یکپارچگی، شجاعت، پشتکار، اعتماد به نفس و عقل است. برخلاف اثر انگشت شما که همراه شما متولد شده و نمی توانید تغییرش دهید، شخصیت چیزی است که شما در خود ایجاد می کنید و باید مسئول تغییر آن باشید. اگر اوضاع رو دوست ندارید، آن را تغییر دهید. شما یک درخت نیستید. بدون فعالیت‌های مداوم، تهدیدات روزمرگی‌های زندگی به زودی ارزش شما و زندگیتان را غرق می کند. برقراری ارتباط به صورت مؤثر 20% چیزی است که می‌دانی.
و 80% حسی است که در مورد آن داری. تنها 3 رنگ، 10 رقم و 7 نوت موسیقی وجود دارد. اینکه ما با آنها چی کار میکنیم مهم است. ما همه باید از یکی از این 2 چیز رنج بکشیم: رنج نظم و یا رنج افسوس. برای رفع هر مشکلی 3 سوال از خودت بپرس. اول، چه کار میتوانم بکنم؟ دوم، چه چیزی میتوانم بخوانم؟ و سوم، از چه کسی میتوانم بپرسم؟ آموزش دانشگاه به شما توانایی تأمین هزینه‌های زندگی را میدهد، اما اگر خودتان به دنبال یادگیری بیشتر و تجربی‌تر بروید، آنگاه ثروتمند خواهید شد. هرچه بیشتر مراقب خودتان باشید، قوی‌تر خواهید شد. ابتدا دلایل به ذهن میرسند، سپس جوابها. آدم‌های موفق کتابخانه دارند، بقیه تلویزیون‌های بزرگ دارند. یادگیری آغاز ثروت است. یادگیری آغاز سلامت و معنویت است. جستجو و یادگیری جایی است که فرایند معجزه آغاز می شود. نظم و انضباط پل بین اهداف و دستاوردهاست. اگر کسی راه اشتباهی را در پیش گرفته است، نیاز به انگیزش ندارد تا سرعتش بیشتر شود، بلکه به آموزش بیشتر احتیاج دارد. انگیزه چیزی است که تو را به حرکت وامی دارد. عادت چیزی است که آن را مکرر انجام می دهی. موفقیت چیزی بیش از تکرار یک سری عمل با نظم و ترتیب نیست. نگویید اگر می توانستم انجام می دادم. بگویید اگر بتوانم انجام می دهم. اگر شما به اهداف خود برسید، اهداف شما به روی شما کار خواهند کرد. اگر شما روی طرح خود کار کنید، برنامه شما بر روی شما کار خواهد کرد. همه چیزهایی که ما ساخته ایم بر ما تأثیر خواهند گذاشت. موفقیت نه جادویی است و نه مرموز. موفقیت نتیجه طبیعی استفاده از پایه‌های اساسی است. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. ممنون میشم نظرتون رو راجع به حرفای جیمران در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و بگید که با کدوم یکی از حرفاش بیشتر موافقید. تا درودی دیگر، بدرود.